لیکن امروز من مجبور شدم که در باب خانه‌داری هم صحبت کنم، زیرا در باب خانه‌داری حتی ضعیف ها آمدن در نزد من شکایت کردند که امروز جوان ها چنان به آداب شدن که همون برنامه های تلویزیونی غربی را در خانه‌داری استفاده کرده ایستادن. برادرای عزیز، اجتناب کنید، لباس هاتون غربی کردید، لباس های دختراتون غربی کردید، سرهای دخترهاتون و سرهای خودتون، مویهای خودتون به غربی ها تشبیه دادید، معرکه هاتون از غربی ها گذراندین، امروز خانه‌داریتون هم تقلیدی بر همونها میکنید. خدا رحمت کند محمد اقبال لاهوری را میگد خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. کدام خلقی که پیرو تقلید مردم غرب می شود میگد او سری خودش او ملت میخرد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد، ای 200 لعنت خدا بر همون شخصی که مقلد مردم غرب می شود. همه معرکه های ما و شما امروز غربی شده است. حتی خانه‌داری را امروز جوانای ما و شما از همون تلویزیون یاد گرفتن. اونا پلید هستند، با اونها راه ندهید. صد افسوس که همون توصیه های موی سفید ها و کمپیر های پیشین گم شده است، و الا دختر پیش از شوهر دادن طرز خانه‌داری را هم مادرش بیانش میکرد. یا جوانی که برای زن گرفتن تیاری میدید، برای او پدرش بود یا یک مرد خیرتمند برای آگاه میکرد که فرزند من این گونه با زن خود معامله کن. نه امروز دستورهاتی که امروز در تلویزیون برای ما و شما برآمده است. اینا همه حرام، اینا رو نظر کردنشون حرام است. کجا با وقتی که شما در زندگیتون استفاده میکنید؟ چی به حیایی است؟ وقتی این صحبت من در نزد یک قوم کردم، یک بچه بگیم نافهم گمراه میگوید من از زبان یک داملا شنیدم که گفت که زنهای شما کیشدار شما هستن، هر خیلی که میخواین کیش کردن بگیرین. خداوند در قرآن میگوید استعیذ بالله نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم. در اصل خدا میگوید که نساؤکم حرث لکم، زنهای شما مزرعه شما هستند، کیشدار شما هستند. فأتوا حرثکم ان شئتم، کیش کنین در زمین خود هر گناهی که میخواهید. اینا مفسرای ما و شما میگویند مقصد از کیش کردن و زراعت این گرفتن حاصل است، که حاصل از موضع حاصل برای همه ما و شما معلوم است، موضعی که فرزند تولد می شود، نه دیگر موضع زن. دیگر موضع های زن برای ما و شما مزرعه ما و شما حساب نمیخورند، اونا کیشدار ما و شما نیستند. بلکه باره میگه حضرت عمر نزد پیغمبر آمدن، گفتن پیغمبری خدا من هلاک شدم. گفتن چگونه هلاک شده ای عمر؟ گفت در وقت خانه‌داری بار ما کج گرفتم. رسول اکرم گفتن اقبل و ادبر. عمر گفتن از پیش بیا، از پس بیا، لکن در موضع حاصل بیا. از حیض و از دبور از پس اجتناب کن، هلاک میشوی. امروز جوان دخترها و جوان پسرها را نصیحت کردن در کار که حالت حیض حالت خانه‌داری نیست. این خدا در قرآن حرام گفته است که در حالتی که زنها بیمار باشند مردا حقوق ندارن که خانه‌داری کنند. گناهگار میشوید شما.